گلپروری یکی از ساحه‌های رستنی پروری به شمار رفته، پرورش گل و بوته‌های زیبا برای آرایش خیابان و کوچه‌باغ و گلگشت‌ها خیلی مهم ارزیابی می‌گردد. گل و رسانی‌های آرایشی را در زمین‌های گشاد و گلخانه و گرمخانه‌ها پرورش می‌کنند. در گرمخانه‌ها گل‌های گرمی پرور از قبیل صدبرگ، میخک، یوس، بنفشه چمنی، شببوی، کوسه‌گل، بنفشه، لاله، سنبل، نرگس و در شرایط خانه نوعی گل‌های توت‌انجیر، نخل، کاکتوس، صبر، فیلادندرون پرورش کرده می‌شود. در جمهوری تاجیکستان بخصوص ولایت سوخت نوعی گل‌های آرایشی مرجانگل، پتونیا، وربینا، تگیز، صدبرگ، یوس و دیگر نوع و نمودهای گل‌های آرایشی موسمی موجودند و گلپروران همساله با محصول مهنت خویش در سبز و خرم‌نمایی و گلزار و گلپوش نمودن کوچه و خیابان سهم شایسته می‌گذارند. ما امسال در حدود کارخانه گرمخانه‌ها 500,000 گل پرورش کرده با کوچه خیابان شهر خوجند شنوندیم. در عین حال در حالت نظم انکشاف دارد. از جمله نمودهای گل‌های پیتونیا، سالویا، تاگیتس، تاجیخروس شنونده شد. پرورش گل نازک‌های بسیار دارد. هواهای خودش موافق سالقین در کار، داروهای مینرالی دادن لازم. همین هوای گرم به گل‌های تاجیخروس، پیتونیا، مرجانگل شنونده پرورش کردن ممکن. از آفرینش دنیا انسان به موضعهای سیردل و درخت و گل و سبززار دل بسته بود. زیرا درختان و گل و بوته‌ها نه تنها میوه و سایه بلکه هوای تازه نیز میدهند. برگ و تنه درختان و گل‌های سبز هوای تازه را خارج نموده باعث زیاد شدن اکسیژن در محیط می‌گردد. از جانب دیگر تماشای موضعهای گلزار و گلپوش عصب را آرام و روح انسان را بولیده می‌نماید. در فصل تابستان جای سردل و درخت نسبت به جای بی‌درخت 4-6 درجه سالخین‌تر است. گلپروران ولایت سوخت با نظرداشت این مهمیت اهالی را با گل‌های تر و تازه، تخمی و نهال گل تأمین می‌نمایند. در ترقی گلپروری سهمی باغ‌های بوتانیکی صاحبکارانی در این سمت فعالیت را برآورده و ساکنان نیز نظر از ارزیابی کرده می‌شود. مشاهده ها نشان می‌دهد که طول سالهای اخیر به این شغل زیبایی آفرین ساکنان توجه خاص ظاهر نمودند و طرف گرمخانه‌های گلپروری را زیاد می‌نمایند. عین زمان در ولایت سوخت زمینه‌ها برای گلزار و گلپوش نمودن جاهای جمعیتی فراهم بوده، مسئولان در این سمت کاربری را جدی براه ماندند. فخر از آن میکنیم که در تاجیکستانی عزیز زندگانی میکنیم و بسیار در تاجیکستانی ما گل‌های زیبا موجود هستند. طوری میبینیم که کوچه خیابان ها همه گلپوش هستند. به ساکنان توصیه دادنی هستم که بگذار به گلپروری مشغول شوند. این یک خاصیتی خیلی خوب دارد و خود آدم نیز از دیدن گل، از نگاه و بین کردن گل طبعش بالیده میگردد. گل زیباترین مال طبیعت بوده، پرورش آن از گذشتگان به ما میراث مانده است. گل با زیبایی و جذابیت خود انسان را مفتون می نماید. امروز نفری نیست که عاشق گل نباشد. آن تحفه دوست داشته زنها است. گل رو بیشتر زنها دوست می‌دارند و کوشش می‌کنند که در خانه و نزد حوله خود بهترین نوع‌های آن را پرورش کنند. امروز به پرورش و نگاهبینی گل بیشتر شخصان کلانسال مشغول می‌شوند و این شغل را واسطه آرام نمودن عصب می‌حسابند. همه ساله در شهر و نویه‌ها گلگشت و خیابان و باغ‌های فرنگی فراغتی بنیاد گردیده، با پیشنهاد نو و نمود گل‌ها فستیوال‌ها نیز برگزار کرده می‌شوند. هدف اساسی آن گسترش دادن کارهای آبادانی و کبودی‌زارکنی در شهر و نویه‌ها، دهات و محله‌ها و اینچنین تشویق و ترغیب فرهنگ زیبایی پرستی میباشد. در این اساس در کوچه و راهرف‌ها از طرف آبادکاران گل‌های رنگارنگ شنونده می‌شوند که آن به حسن شهر و نویه‌ها حسن دیگر ضم می‌نماید.